ببینم این آقا رو میشناسی؟ این آقای 62 ساله تیموتی دانلد کوک هست که از سال 2011 مدیر عامل شرکت بزرگ اپل. اما چرا بهتون معرفیش کردم؟ میخواستم ببینم که تا حالا مدیر عامل شرکت اپل که یه آقای 62 ساله است رو انقدر نروس و مضطرب دیده بودی؟ به نظر دلیلش چیه؟ یه خانومی خیلی مضطرب و خوشحال داره میاد تو اتاق جلسه‌ای که آقای تیم کوک و تیمش نشستن. تیم کوک مضطربانه داره یه دیالوگی رو تمرین میکنه که داره میگه به اپل خوش اومدید، من تیم کوک هستم. چه اتفاقی داره میفته؟ کی داره میاد که تیم کوک انقدر مضطربه؟ خانم گیاه خشکیده رو روی شلف برداشت، برگاش که ریخته بود و قایم کرد توی جیبش. بادی اومد، برگا رقصیدن رو هوا، زمین لرزید. یه خانمی گفت امیدوارم دیر نکرده باشم. کیه این خانومه که انقدر همه منتظرش بودن؟ مادر نیچر، مادر طبیعت. مادر نیچر و دستیارش اومده به شرکت اپل تا تیم کوک و تیمش بهش گزارش بده که آقا من چقدر توی حفظ محیط زیست پیشرفت کردم توی سال گذشته. وسط گزارشایی که دارن میدن خانم مادر نیچر هی میپره وسط حرفشون که طعنه بزنه، بگه آها تا 10 سال دیگه، میگه نه By the end of next year, actually. تا سال بعد. اینجوری باید تبلیغات کرد. اپل ایونت امسال 2 تا تبلیغ خیلی بولد و خوب و عالی داشت، علاوه بر ویژگی‌های بعدیش که در ادامه میگم. یکیشون همین تبلیغ مادر نیچر بود، یکی دیگه هم تبلیغ بود که اول ایونت پخش کرد. تبلیغی بود که چند آدم از جاهای مختلف دنیا رو آورده بود، جشن تولدشون رو نشون میداد. بعد زمانی که اسمشون رو مینوشت زیرش هم توضیح میداد که چطور یکی از محصولات اپل، حالا یا آیفون یا اپل واچ، جون این افراد رو نجات داده. واقعا تبلیغ فوق‌العاده‌ای. من واقعا عاشق محصولات اپلم، ولی خب با توجه به شرایط اقتصادی ایران قطعا خیلی همون هر سال نمیتونیم محصولات جدیدش رو بخریم. پس چرا من انقدر پیگیر ایونتاشم، هر سال نگاه میکنم، مو به مو نگاه میکنم و لایو همون لحظه میبینم، بعداً باز میرم نگاه میکنم اگه جایش متوجه نشده بودم. به خاطر سینماتوگرافی و ویدیوگرافی های فوق‌العاده اپل، تبلیغات خلاقانه و هوشمندانه‌ای که میسازه، مچکاتاش، ترانزیشناش، درون فوتیجاش، اصلا واقعا عالیه همه چیش. ببین چطور اینجا مچکات زده روز به شب و روی درون، اصلا واقعا دیوانه کننده است. یا این ترانزیشن ها رو شما ببین تو اپل پارک چه جولانی میدن این ویدیوگرافرهای اپل، جدای از هر چیز اپل که واقعا عاشقشم. دم تیم مارکتینگش و ویدیوگرافرشون واقعا جور دیگه گرمه.